الله شما را جزای خیر بده. خوب است انشاءالله. امین. استاد همه بگاهی استاد که حسین اشرف را میشناسین؟ گروه 24. ها نسکشی چی میگن نه بله تومور تومورخوم میگن همین خیلی بیزنس داشته این بیزنسش خیلی تومور کتی زنیماسی میکرده که سوهیر بریم. بله همون السلام عليكم انسان ورحمة به الله همین أخي طب أمر علیکم السلام. استاد اینقدر همین زیاد طب استاد نمیشناسم لیش. بله همیشه أخي استاد أخي را أبو در یک يا یک برادر جلسه بود. أبو سامخ میشناخت شیخ میگو که در اون نه منطقه بودن سال پیش یا دادر امید دستم شما بودن میگه همین کلانی شیخ مشرکی که در همون گروه های میگه وقتی از پاکستان و ایجی اومدن میگه در همون منطقه که روسیه دادن یک جوب دستن ابو سامر رحمه الله میگه که من همونجا نو رفتم یک چند ماه همونجا میگه تومور میکرد خیلی میکرد مردم فهم میکرد فریب میکرد این همون شیخ گفته بود چند موقع چه بحث کردن. سبحان الله سبحان الله شیخ رحمه الله زنده میبود اینا را زنده بگور میکرد است. سبحان الله. بفرمایید برادر چی گفتنید؟ استاد همین بگه از زبان همو خبیث ما شنیدیم که میخواهند که شما را متهم بکنن. یعنی به ما خبر رسید حتی همو درنی همونا که اینا وقتی که میخواهند که یگام جوانی که میخواه که بفهمه که آیا شما دولت اسلامی را قبول دارین ندارین، اونا فقط به همه جمع میکردین، مقصد به همو حکومت کفری امریکا و همو اروپا شکایت میکردین. این چیز ما دسترس کردیم و فهمیدیم از بین خودشون، حتی همین بگاه از زبان خودشون همه چیز از زبان همو حسین اشرف ما شنیدم. والله قسم گفتم که بسیار تهمتات در حق شما کردن. ما الحمدلله امروز گفتیم خواستیم که با شما برسانیم همین چیزا. یک در مورد همونا صحبت میکردین خیلی خوب میشید انشاءالله. بارک الله فیکم. گروپ 24 این خو اینها اولا همیش دست پرورده های همین امام علی است. اینها به شهادتی انا همون یکی دیگرش نومش چی بود؟ یکی دیگرش که یک گرفته پرتفتن کو گادویف میگوید که همین گروپ 24 حاضر میگد همیش اینها همین کارگرای امام علی است میگد. اینا خوین است. اینا هم خیلی ساخته شده است فقط از همین امنیت تاجیکستان است. اینا و از باب کفر شرکش معلوم است که اینا دین ندارد. اینا حق در بالای دین گپ زدن به حق ندارد. اینا مشرکین است. همیش مشرکین است. قریش است غیر قریش است همیش مشرکین است. و ما اینها را میگیم که خو اینها به تاجیکا است. اینها همین کگب تاجیکستان در اروپا است. اینا کگب تاجیکستان در اروپا است. و این خو اینها وقتی که من طالب علم دیدن که من اینها را کگب بودنش میشناسم، امام علی به پتک بودنش میشناسم، جاهل بودنش میشناسم، خائن به دین الله بودنش میشناسم، مشرک کافر بودنش میدونم، اینها اومدن منو باید نابود کنند. بله اینا میخوام باید نابود کنند. چخیل نابود کنند؟ زده کشته نمیتوانند. اینا در اروپا خودشون در اروپا و من در اروپا نیستم. اینا من زده کشته نمیتوانند. اینها بزدلا فقط یگانه راهی که اینها در طول تاریخ کردگی است خیانت به طالب علم علما. اینها میگوید که یا ما را نغز میگویی، ما کگب نگو، ما خائن نگو، ما کارگر امام علی نگو، ما مشرک نگو، ما تو را کار نمیداریم. نه اگر ما نغز نگویی ما هم تو را چی میکنیم؟ تهمت. یعنی ما هم میتونیم میگد. بله اینها ما را طعنه میزند به جماعت دولت اسلام میگذارد. ما صد بار گفتیم که ما از این دولت اسلام نیستیم، کارگریش هم نیستیم. دیروز 3 روز 4 روز دیدید که چقدر دو سه جاهله که به جواب دادیم. و ما دعوتی که تو همین روز کردیم فقط به قرآن و سنت، عقیده صحیح و سیره پیامبر و فقه و نماز و روزه بود. اینا نه میگد که نه سخنی تو قبول نه تو امون هستی. میگد 100 بار شما نگویدم شما تو امون هستی. میگد برای چی؟ برای که مقصدش نابود کردن ما هست. تهمت همین است. اگر حاضر همون جماعت نباشد و دیگه جماعت باشد من دیگه جماعت میگد.
اگر حاضر نبود طالب خطرناک تر شد من طالب میگم همین کدومش خطرناک باشد همون گفتم میگم. من لیکن دیگه چیز میگم. من میگم که خودم به الله سپاریدم. من دین الله به وقتی که گپ زدم بر اومدم خودم به الله سپاریدم. من یگان پشتیبان غیر از الله ندارم. چیزی میشود به سری من قدر الله ما شاء فعل. لیکن من از الله طلب میکنم که الله من تهمت خشک خالی به گرفتارم نکن. الله به تو پناه میبرم از تهمت کننده ها. الله به تو بزرگ به تو رب العالمین شکسته و خار و زار سرخم میکنم و از تو طلب میکنم که الله من حفظ کن. در این زمین بزرگت یک جا به من نصیب کن که در همین جای زمین زندگی کنم. الله این فتنگرها را به خودش گرفتار کن. الله خار و ذلیلش کن. ای الله عجایب قدرتت را در بالای حسین اشورف، در بالای مبارز، در بالای این تهمت کننده ها عجایب قدرتت را نشان بده. ای الله من ضعیفم، من بیکسم. اللهم انی مظلوم فانتصر. اللهم انی مظلوم فانتصر. اللهم انی مظلوم فانتصر. من مظلوم هستم نصرتم بده. من مظلوم هستم نصرتم بده. من چیزی رو در اساس فکر و اندیشه عقیده خود نگفتم بلکه در اساس قرآن و سنت فهم سلف گفتم. من یک انسان آزاد هستم، به یگان جماعت حزب ربط ندارم. الله خودت حفظ کننده من، کفایت کننده من، حاسب من باش. این زبان درازانی که جماعت دارند، در گرد و اطرافشان یهود و نصارا دارند، پول مبلغ دارند، اینها بوزی میکنند و از همین فخر میکنند که ما بوز هستیم، ما اروپا داریم، ما شما را میکشیم گفته فخر میکنند. الله بزرگیت نشان بده، بزرگیت نشان بده که از دستش هیچی ناید، دست و پایش خشک شود، زبوناش خشک شود که دین الله کتی بازی نکند. من همین قگب میگم و بعد از این میگم که فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. ما صبر میکنیم، خصومت ها در نزد الله جمع میشود و ما اینها را کافر مشرک و مرتد میگیم به خاطر اینکه بوزی میکنند و بوزی را هم دروغ میکنند. بوزی کن در حق من چقدر خواهی بوزی کن، راست قول چرا نمیگویی؟ چرا نمیگویی که همین جوان 10 سال 20 سال خوندگی است، آزاد است، همه این مورا کافر میگوید؟ گو من راضی ام این گپم تگ شمشیر و برات اگر نگویم باور بکن. تگ شمشیر اند میگویم من تو کافر مشرک هستی. دین الله دیگر کردید. چیزی که هست همین است. بخل عداوت شما همین است. شما ما را من طعنه زدنتون به خاطر این است که شما در رو بروی ما قدرت ندارید، حجت ندارید. شما را شرمنده کردیم. چهره کذابی شرک کفر شما را ما باز کردیم. الکگولی کاره پتک هوری که گبیره شما توالید بومگی که گبی هستین. شما به این ملت تاجیک هیچ کاری نمیکنید. شما مرا تهمت میزنین هر کاری که میخواین بکنین. ما میگیم که لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله علی الکاذبین. الله خار و ذلیل کند شما را. فرزندهات به بکشی، خودت اینقدر کشی که وویلا بگوی، وویلا بگوی که نخود یک طالب علم اهل سنت اینقدر تهمت کنین، اینقدر فروشین، اینقدر بوزی کنین. لیکن این ترسوندنات نرفته دیگرو بمیکنین، این ترسوندنات نرفته بزغلا بمیکنین. و من میدونم من چند روز پیش گفتم، من چند وقت پیش گفتم، یک ماه بود، 2 ماه بود، چند وقت پیش گفتم. من گفتم که مبارزی که در همین ایماها دور زده میگردد این بوز است، بوز. این به هر گپ نگویین، این که تی گپ نزنین. این مبارز بوز است، این لعنت الله علیه است. این عاقب پدر، این زن طلاق، این کافر مشرک مراد جهنمی است. این بوز است. من شما را دیده گپ ما را ضبط کرده برده داده میست همه جوبه جوهایی همین در کارش به گیجوبه.
خودی شما میدونید گیجو. بله امروز گروه 24 حزب نهضت خیلی سال 2021 حرکت کرد، 22 مورا دیلک شد. انکو گروه 24 یک سال است که این کار کرده شده است. حالی ناو نه اینو یک سال باز کرده شده است. شب و روز مورا کنی مو داویده میگردد که یک گپ گوید و قپن گفت. این آدم کشا، این بیدین ها، این تاجیک کشا را بیاموزید. اینا را بیاموزید. اینا قدرتی خودش پیش رفتن ندارد. اینا میگد که همین طالب علم کشین سونی ما پیش میریم. تو پیش میرفته گوش پیش رفت. برنامه ها تا بعضی میبینم خندم میاده. برنامه افندی است. هیچ نویگری نیست. یگون نویگری نیست اینو. در باب دنیا هم شما به عقل هستین. به زبان عامی مردمی میگن شما هستین. در مسائل دنیوی یعنی سیاسی شما هستین. یک از تگ کدام اوغل خرخانه اومدگین. عقل نیست، سیاستی هم نیست، هیچی هم نیستین شما. خیر اکنون بسری ما همین خیلی ابتلا باشد با الله پناه میبریم از این ابتلا ها. ما خود ما را زورام نگفتیم، ما خود ما را شیف هم نمیگیم، پناه با الله میگیم. الله خورش کند میگیم این خوب به صورت صبر میکنیم. برای همین شما کمتر زیرک شوید. شما هم برادر رو کمتر زیرک شوید. بله 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 کرده بسیار بچه‌ها رو میبینیم هر خیلی گپ میزنند. زیرک شوید. خودتون دستی سگ ببردن تو نگزونین. الله ایستون بگم. بفرمایید برادر رو صحبت.